خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه با آرگین ورسه. خیلی به این ویدیو خوش اومدید. اگر که ذهن خلاقی دارید یا خیلی ذوق دارید ببینید بعضی چیزا واقعا واقعی یا نه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. چند روزی خانم ادعا میکنه که هرچی میگه راسته، علمش راسته. از آب آوردیم و موقع آوردن مشکل برخوردیم. میگه که اگر که نمک بریزی باتری رو با همین باتری رو به تخم مالی بندازی داخل آب، چنگال رو فرو کنی، سریع کج میشه. راست میگی نمک بسته هم نمیخواد گو هم نزنید. میگه اینو باتری رو به تخم مرغ بمالید. واسه پیش نمیده دارم بچه گفت از سریع رو کن امتحان کنه نشدیم و هم سریعش رو امتحان کردیم هم کنده شد. خلاصه اصلا گول نخورید باسه اینا. با عقل و منطق هم فکر کنید این نمیشه. میگیرن با دست و چکش اینا رو خم میکنن خب که اینطوری بشه. نظرم اصلا امتحان نکن بشه کثیف کاری داره. اومدیم با یه آزمایش دیگه. این یکی رو زیاد به نظر نمیاد دروغ باشه. ببینیم چی میشه دیگه. خودم ذوق دارم اگه این واقعی باشه قبل از اینکه سرکه بزن، یعنی سرکه بزن رو تخم مرغ، میخوام بهتون بگم یه همین خانومه میگه اگر که تخم مرغ در 24 ساعت توی سرکه بمونه پوست تخم مرغ چی میشه و شفاف و خیلی نرم و انعطاف پذیر میشه. یعنی خدا وکیل اگه این کار کنه خیلی خوبه دیگه. یه اسباب بازی خیلی خوب واسه بچه هست. چی میشه دیگه. پس اینو میذاریمش کنار برای 24 ساعت. خیلی خوب. کامل دوباره سراغ آزمایش دوم. یکی از دوستای خیلی خوبمون ادعا کرده که یک بازی خیلی باحال واسه بچه‌ها ساخته، حرکت بی‌نهایت. اینا هم فکر کنم واقعیه چون خودش امتحان کرده بود واقعی بود. راستی بچه این تخم مرغ الان 2 دقیقه نشده انقدرش رفت، انقدرش رو باد یعنی هوا میزنه. ببینیم 4 ساعت دیگه میشه دیگه. ببین دفترمون به درد این کارو میخوره یا نه. چند تا تیله هم مخصوصا خرید. دوستمون میگه با این تیله میشه حرکت بی‌نهایت دیگه. ببینیم وسایلی هم که نیاز داره یه قیچی و یه دفتر و یه تیله است. من واسه تمیزی کار یه کاتر هم میاریم بریم. نه این لازم داشت با کاتر هم انجام بدیم دیگه. تیله رو کجا بذارم میذارم داشتم میگشتم داریم به این دفترهای سال افتادم دیدمش. ببینم سفیده چی ندارم این از کاغذی که نیاز داریم. تیله‌مو میاد اینجا که یه وقت نیفته. میز من یه ذره شیب به سمت خودم دارم. میگه یه مونی مستطیل 4 گوش کوچیک درست کنید. ببینم 2000 years later. دلم استازی خوب نشد. خب راستی بچه ها یه چیز دیگه هم که نیاز داشت ما نیاوردیم چسب نواری بود. حالا دیگه چسب نواری من هم اومد.
خیلی خوب نشد. ببخشید وسیله دم دست نبود دیگه. چسب پیدا شد، یعنی پیدا بود، یعنی چیش پیدا شد، خطه، یعنی همین. بچه‌ها بیشتر شبیه چیز شبیه اصلا مربع اصلا این اونا. بچه آروین چسکار داخل کامنت ها. خب این کارا هم که انجام دادیم و بریم واسه قیچی کاریاش. این دوستمون گفت که اگه اینجاش هم یه ذره بری پایین، اینجاش هم یه کوچولو بریم پایین، اینجاش هم یه کوچولو دیگه بریم پایین. سعی کن هم اندازه باشه. من دیگه الان وسیله دم دستم نبود، زیاد نتونستم خوب هم اندازه در بیارم، وقت نداشتم دیگه. تو ویدیو 20 خورده دقیقه تا اینقدر خوب در بیارم دیگه، از بهتر. خب این دوستون میگه باز دوباره از اینجا یه برش شما داره، میگه اینم اینطوری به این بچسبون. چشم. با این هلال در بیاد قشنگا. این ورش هم همینطور. حالا میگه تیله رو بنداز داخل این. دیگه چنگی بده نمیدنم بازم برات. هنوز زوده فکر کنم واسش. شما این همه دارم زحمت میکشم، شما این دکمه ساسیای با لاک هم بزنید. شما که خسته نمیشین دیگه. من دارم 2 ساعت دارم جون میکنم واسه این دکمه ساسیای که پایینه، لاک هم که بغله دیگه، کاری ندارم. این دوستمون که همچین چیز رو ساخته فکر کنم زیاد نمیتونسته بچهش مراقبت خوبی کنه. داشته کار میکرده بچهش خیلی داشته میومده سراغ پیکش. فکر کنم همچین چیزی ساخته.
واقعا حرکت بی‌نهایت باشه خیلی خوب میشه. کار دست ما یه همچین چیزی دارم. کار میکنه اما کوچیکه دیگه. تیله اونو هدر داریم واسه یه تیکه درخواست این که واقعا وقت بذارم این کار دستی رو بسازم و امتحانش کنم تو کامنت ها بگید. سابسکرایب هم یادتون نره لایک هم کنید. خب فکر نکنم دیگه آزمایش خاصی دیگه مونده باشه غیر از تخم مرغمون که حباب زده، هنوز شل نشده. خب منو دیگه 24 سال نوشتهاش هم داره رنگش رو پس میده. ببینیم چی میشه. چه باحال شده، چه باحال شده، حباب شده. اینم از این آزمایش رو. اگه خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه خواستیم واقعا این آزمایش کار دستی حرکت بی‌نهایت واقعا با یه سایز بزرگتری انجامش بدیم حتما بهم بگین تو کامنت ها. تخم مرغ هم بریم 4 ساعت دیگه برگردیم دیگه. 4 ساعت دیگه میایم واسه تخم مرغمون. این ژله‌ای و نرم شده یا که نه دیگه یکی بوده سرکمونم بعد دادیم. سلام. اومدیم 24 ساعت گذشت و اومدیم باز دوباره. این تخم مرغ توی سرکمونه و 100% هم واقعی بود، چون که تخم مرغ اون نرم شده بود و شفاف هم شده بود، اما سرکه مثل همونه که داخل دستمون شفاف میزن جلوتون نیستش. باید بگیریم با حوصله اون پوسته روش که نرم شده رو بگیریم اینطوری با دست بکشی تا قشنگ همین شفاف بشه. و ما از این آزمایش چیز مثبتی در آوردیم، چون که واقعا اتفاق افتاد. تخم شفاف و نرم شده بود و من امتحان کردم ازش راضی بودم. خودش شما میتونید برید امتحان کنید این کارو قشنگ بتونید خودتون رو اگه بخواید میتونید انجام بدین. پس اگه بازم از این مدل ویدیوهای خوشتون میاد واسه من کارهایی که تو اینستا یوتیوب میبینید بنویسید، بفرستید، کامنت بذارید، بگید دوست دارید. بعد من میرم خودم میگردم، شما واسه من میفرستید، من قطعا اون کار انجام میدم. فقط اگر که آزمایش واقعا بشه انجام داد توی همچین محیطی. ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. راستی آزمایشات قبلی هم که اون حرکت بی‌نهایت هم راست بود، ولی ما نتونستیم درست کنیم چون با کاغذ رنگی میشد، ما نداشتیم، کاغذ ما خیلی شلوول بود. بعد این از آزمایش هم درست هم، فقط یه آزمایش بین اینا اشتباه بود. اون آزمایش چنگال توی آب نمک و بالسی اون اشتباه بود، اون بد بود. راستی این دوتا آزمایش هر دوتاشون با یه تخم مرغ بود. اینو اون با هم دیگه یه تخم مرغ، یعنی دو تا تخم مرغ با هم دیگه همین دو تا تخم مرغ جدا استفاده نکردیم. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. بازم بهتون میگم اگه خواستید بازم از این ویدیو بسازید 100% به من بگید.
بگه من انجام میدم، ویدیوشو میگیرن توی کانال میذارن، شما برین ببینید. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن هم بذارید روی آل که هر وقت ما ویدیو جدید گذاشته اول نفر شما باشید که میره ببینید. ممنون، خداحافظ.